سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از اون کتابایی که خب واقعا دنیا رو تکون داد. حرف از رمان 1984 جورج اوروله. یه کتابی که با گذشت این همه سال انگار هر روز داره به واقعیت نزدیکتر میشه و بیشتر از قبل ذهن ما رو درگیر میکنه. برادر بزرگ ناظر شماست. وای، فقط با همین یه جمله کل فضای داستان دستتون میاد. یه جمله کوتاه ولی به شدت تکون دهنده. انگار یهو پرت میشید وسط یه دنیای تاریک که یه نفر همیشه و همه جا داره شما رو نگاه میکنه. از همین اول کار میفهمیم که با چه داستان ترسناکی طرفیم. خب پس بیاین یه قدم بریم داخل این دنیای عجیب. دنیای 1984. تصور کنین یه جامعه‌ای که توش یه حکومت، یه حزب، ابسولوتلی همه چیز رو کنترل میکنه. منظورم از همه چیز واقعا همه چیزا. از کارهایی که میکنید گرفته تا حرفایی که میزنید و حتی فکرهایی که از سرتون میگذره. یه پادارمان شهر به تمام معنا، اونم از نوع خیلی خیلی تاریکش. خب این سیستم چطور کار میکنه؟ رأس هرم حزب قرار داره و رهبر این حزب کیه؟ یه شخصیت مرموز به اسم برادر بزرگ. نکته جالب اینجاست که هیچ کس تا حالا برادر بزرگ رو ندیده. فقط پوسترها و عکساش همه جاست، همیشه با اون چشمای نافذش داره شما رو نگاه میکنه. در واقع اون بیشتر از این که یه شخص باشه یه نماده. نماد یه قدرت مطلق که همیشه و همه جا حواسش بهت هست. اما چیزی که دنیای 1984 رو واقعاً وحشتناک میکنه یه مفهوم دیگه است. جرم فکری. یعنی چی؟ یعنی حتی فکر کردن هم میتونه جرم باشه. یه نیروی پلیس مخفی به اسم پلیس فکر وجود داره که کارش دقیقاً همینه. اونا دنبال اینن که فکرهای ناجور و مستقل رو قبل از اینکه اصلا به زبون بیاد یا تبدیل به کاری بشه پیدا کنن و از بین ببرن. فکرشو بکنید، یعنی حتی توی ذهن خودتونم آزاد نیستید. امن‌ترین جای شما دیگه امن نیست. خب حفظ چطور مغز مردم رو اینجوری کنترل میکنه؟ یکی از مهمترین ابزاراش یه چیز خیلی عجیبه به اسم دو فکری. دو فکری یعنی چی؟ یعنی این قابلیت که شما همزمان دو تا باور کاملا متضاد رو تو ذهنتون داشته باشید و هر دوتاش رو هم قبول کنید. مثلا شعار حزب اینه: جنگ صلح است یا آزادی بردگی است. اینجوری حزب میتونه هر لحظه حقیقت رو عوض کنه و مردم هم خیلی راحت باورش میکنن، چون ذهنشون برای پذیرش تناقض‌ها تربیت شده. این بازی با کلمات و مفاهیم متضاد توی ساختار حکومت هم کاملا مشخصه. مثلا به اسم وزارتخونه‌هاشون نگاه کنید. وزارت حقیقت کارش چیه؟ بازنویسی و تحریف تاریخ. وزارت عشق چطور؟ اونجا جاییه که آدما رو شکنجه میدن تا روحشون رو بشکنن. وزارت صلح هم مسئول جنگه. میبینید همه چیز برعکسه. این تناقض‌های وحشتناک اساس کار این سیستم رو تشکیل میده. خب حالا تو این دنیای سیاه و خفه کننده قهرمان داستان ما وارد میشه، وینستون اسمیت. وینستون یه آدم معمولیه، اما داستانش داستان یه مبارزه است. مبارزه یک نفر برای پیدا کردن یه ذره حقیقت، یه ذره هویت فردی. اونم تو سیستمی که اصلاً برای له کردن همین چیزا ساخته شده. شغل وینستون خیلی جالبه و البته ترسناک. اون تو وزارت حقیقت کار میکنه و وظیفش اینه که هر روز مدارک و اسناد تاریخی رو دستکاری کنه. یعنی چی؟ یعنی گذشته رو پاک میکنه و یه گذشته جدید، اون چیزی که حزب دوست داره، به جاش مینویسه. همین کار باعث میشه که وینستون از نزدیک ببینه این سیستم چقدر دروغگوه و همین اولین جرقه‌های شک و شورش رو توی ذهنش روشن میکنه. شورش وینستون خیلی بزرگ و پر سر و صدا شروع نمیشه. اولش با یه کار کوچیک و مخفیانه شروع میشه. شروع میکنه به نوشتن دفتر خاطرات. این کار خودش یه جرم بزرگه، چون داره حقیقت خودش رو ثبت میکنه. بعدش وارد یه رابطه عاشقانه ممنوعه با دختری به اسم جولیا میشه که اینم یه جور شورش علیه قوانین حزبه. و قدم آخر و خطرناکترین قدمش اینه که سعی میکنه یه گروه مقاومت پیدا کنه تا بهشون ملحق بشه. اما خب تو دنیای 1984 هیچ حرکت اشتباهی بی جواب نمیمونه. سیستم خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید واکنش نشون میده. اینجا نقطه‌ایه که داستان به اوج وحشت خودش میرسه. جایی که تمام قدرت عظیم و بیرحم حزب مثل یه پتک روی سر یه نفر، یعنی وینستون، خراب میشه. و چطوری این اتفاق میفته؟ با یه خیانت وحشتناک. وینستون و جولیا فکر میکنن بالاخره یه عضو از گروه مقاومت رو پیدا کردن،
اما در واقع اون شخص خودش یکی از مقامات بالای حزبه و تمام مدت داشته بازیشون میداده. این یه تله بوده. اینجا وینستون میفهمه که سیستم خیلی پیچیده‌تر و ترسناکتر از چیزیه که فکر میکرده و خب شورش هم اینجا تموم میشه. بعد از دستگیری وینستون رو به وزارت عشق میبرن. اما هدف حزب کشتن اون نیست. نه، این خیلی ساده است. اونا یه هدف خیلی وحشتناکتر دارن. میخوان وینستون رو از نو بسازن. میخوان مغزش رو کاملا پاک کنن و دوباره برنامه ریزیش کنن. نمیخوان ازش یه قهرمان یا شهید بسازن. میخوان کاری کنن که از ته دل با تمام وجودش به برادر بزرگ ایمان بیاره و عاشقش بشه. و برای این کار اون رو به جایی میبرن که اسمش تن آدم رو میلرزونه. یه شماره ساده. 101. این عدد نماد آخرین و وحشتناکترین مرحله شکنجه است. مرحله نهایی برای خرد کردن کامل روح یه انسان. اتاق 101. اینجا جاییه که با بزرگترین، عمیق‌ترین و شخصی‌ترین ترس زندگیتون روبرو میشید. محتویات این اتاق برای هر کسی فرق میکنه. اونجا چیزیه که شما ازش بیشتر از هر چیزی تو دنیا وحشت دارید. این آخرین ابزار حزبه برای اینکه آخرین ذره‌های انسانیت، عشق یا وفاداری رو از وجودتون پاک کنه و شما رو کاملا بشکنه. و در نهایت پایان داستان وینستون با این جمله تمام میشه: او به برادر بزرگ عشق می‌ورزید. یه پایان فوق‌العاده تراژیک. وینستون فقط شکست فیزیکی نمیخوره، اون از درون کاملا تسلیم میشه. حزب موفق میشه، مغزش رو فتح میکنه و اون رو به یه پوسته خالی تبدیل میکنه که فقط عشق به برادر بزرگ توش وجود داره. خب، حالا بیاید یکم از خود داستان فاصله بگیریم و به این فکر کنیم که چرا 1984 بعد از گذشت این همه سال هنوز انقدر مهمه. چرا این کتابی که توی دهه 40 میلادی نوشته شده امروز شاید از هر زمان دیگه‌ای به ما نزدیکتره و هشدارهای توش انقدر زنده است. اوروول در واقع چند تا هشدار خیلی جدی به ما میده. اول، خطر حکومت‌های تمامیت‌خواه که قدرت بی‌نهایت دارن. دوم، قدرت دولت‌ها برای دستکاری حقیقت و تاریخ. سوم، از بین رفتن فردیت و آزادی بیان. و چهارم، اون حس خفه کننده روانی که وقتی میدونی همیشه تحت نظارت هستی بهت دست میده. اینا چیزایی نیستن که فقط تو کتاب باشه، نه؟ تو دنیای امروز خودمون هم خیلی از اینها رو میتونیم حس کنیم. عمق تأثیر این کتاب انقدر زیاده که حتی وارد زبان روزمره ما هم شده. شما الان وقتی میگید برادر بزرگ داره نگاه میکنه یا از پلیس فکر حرف میزنید، تقریبا همه میفهمن منظورتون چیه. این کلمات دیگه فقط مال کتاب نیستن، تبدیل شدن به اصطلاحاتی که ما برای توصیف و نقد دنیای واقعی خودمون ازشون استفاده میکنیم. و میخوام این بحث رو با یه سوال تموم کنم. یه سوال که شاید کمی نگران کننده باشه، اما مهمه که بهش فکر کنیم. تو دنیای امروز با این همه دوربین نظارتی، با هوش مصنوعی که همه چیز رو تحلیل میکنه، با اخبار جعلی یا همون فیک نیوز و فشاری که همیشه رومون هست تا شبیه بقیه باشیم، چقدر دنیای ما به دنیای وحشتناک 1984 نزدیک شده؟ این همون سوال مهمیه که اورول برای همیشه از ما پرسیده.